ز کجا رسیده بودی، ز کجاست کار مایان، که کی استعداد داره وردوش از نمایان. و حال دقایق سرنوشت ساز چی که عین دقایق بغل نوشت ساز رسیده که ما نتیجه را بین دو کسی که کمترین آرا را از آن خود کردن اعلان کنیم. کسی که یه هفته حذف میشه او است. شما چی فکر میکنین؟ من فکر میکنم باید و شاید من نباشم. با خودت تایید جان؟ چیزی که مردم انتخاب کردن دیگه، مردم انتخاب مردم هستن و همون تو که چیزا انتخاب کردن همون تو ما را هم انتخاب کردن. و حال واقعا دل اردویشان دک 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 میکند، کمر را چک میکند. نظر به نتیجه شما علاقمندای عزیز، کسی که از این برنامه حذف میشه او است تایید جان. والا سلفایی خدا میفهمه. خودت چی گفتنی داری؟ دوستا خودشان قضاوت میکنن و خود از اونا قضاوت کردن و برای کل دوستا معلوم است که کی خوب میخوانه کی بد میخوانه، اونا واضح است. و در ضمن از اینمی خود امی چی نام داره؟ دقایق. اینمی دقایق کدام هفته صحیح خوانده؟ اینمی هفتهش هم صحیح نبود، درست نبود، صحیح نمیخوانه و کلش اشتباه میخوانه، شعر اشتباه، کمپوز نداره، چیز نداره. منتها دیدی کارش، عکس العملش دیدین؟ مردم خودشان تصمیم میگیره، مردم میفهمن. دوستا بسیار بزودی کلیپ ما رو ببینین، کلیپ ما رو ببینین. بله بیننده عزیز، علاقمندای برنامه ای بود. برنامه ای هفته آهنگ تایید جان دولت جگرخونی بعد از حذف شدن و خوشحالی دقایق جان پشت صحنه نمیبینین، به خاطر همین وقت بود. چطور دواره عزیز؟